سلام، من نیکم. بیاین اجرای امروزمو نشونتون بدم. امروز خیلی خوشحالم چون قرار مشتری قدیمی مورد علاقه‌مو دوباره ببینم. هم خودشو دوست دارم، هم طرحی که انتخاب میکنه. اینم هیلد تتوی قبلیشه که یه خرگوش ناز بالدار بود. کلا کیوت پسنده و تتوهای امروزش هم 3 تا طرح کیوت بامزه است. بریم سراغ اجرا. اول پوست و خوب ضد عفونی میکنیم و میسابیم و بعد طرحو انتقال میدیم. دیگه داشتم آماده میشدم برای اجرا که مشتریم ازم خواست یه فیلم چند ثانیه‌ای ازش بگیرم. راستش هیچ ایده‌ای نداشتم که چی میخواد بگه. 29 اومدم دستم تتو کنم. خیلی راضیم واقعا. تتو آرتیستم تا همیشه تا ابد سهره. قربونت برم. همونطور که میبینید بعد از اجرای یکی از تتوها تقریبا استنسیل بقیه طرح‌ها رو از دست دادیم. برای همینجور وقتاست که میگن تتو آرتیست باید طراحی هم بلد باشه و ذهنی هم که شده کارو در بیاره. امروز پرشنبه تتو میزنیم. خوش به حالتون. خدافظ. من این تو داره میبینم. اینم از نتیجه کار. این اجرا خیلی بهم چسبید چون مشتریم سبک و سلیقه شخصی خودشو داشت. وقتی بدونی واقعا چی میخوای، اون تتو صرفا یه تصویر قشنگ روی بدنت نیست، میشه یه بخشی از شخصیتت که میتونه داستانتو تعریف کنه.